سلام به خوشگلای عزیزم، حالتون چطوره؟ دمتون گرم که این کانال انتخاب کردید. به از همین اول شروع شد اشغال. آقا اومدیم کجا؟ اومدیم بنیدورم تو اسپانیا، سمت جنوب اسپانیا، توی ایالت والنسیا میشه. به اولم اینجا اشغال کنید و ببین میارمتون اینجا رو، قشنگی دنیا رو نشونتون میدم. یه ساب ما رو اسکرای بریز بزنید دیگه، مرام داشته باشید. میان میبینی همینجوری رد میشی، ویدیوهای بعدی رو چی از دست میدی. خوشگله، سابسکرایب بکن. دمت هم گرم که کانال انتخاب کردی. بریم ببینیم چه خبر. عجب شب دیوونه ای اصلا. بنیدورم تو تابستون روانی آقا، با چی نی آفر. این رستوران ها رو ببینیم. من تو میکروفون صحبت میکنم، خیالت راحت باشه، ملت اینجا هم فارسی نمیفهمن، واسه همین آره این گفتمانمونو چاشنیش میکنم که حوصلت هم سر نره. گرچه اینجا واقعا انقدر قشنگ و شهر فرنگی که حوصلت سر نمیره با دیدنش، ولی منم صحبت میکنم تا تو تنها نباشی. به آقا، واقعا این شهر فرنگ میمونه. نگاه کن، رنگا، دیسکو، وارا، جات خالی ایرانی، جات خالی. سایت بایس ریحانه آقا، ریحانه لاف فکر کنم، اسمشو نمیدونم ولی آره. به جاتون خالی آقا. میخواین اینجا یه نمونه‌ای تو ایران ازش بسازیم، یعنی کیشو بکنیم مثلا مثل بنیدور. مگه میشه ترک وطن کرد. بله به سختی. این الان شعاری بود که الان انتخاب کردم برای امشب. خب اینجا هم یه رستوران جنگلی خوشگل و احتمالاً چیزای خوشمزه‌ای هم داشته باشه. رخش معلومه، رخ کار معلومه، چی سکسی مکسیه. خوشبختانه اینجا زبون منو نمیفهمن، فارسی یعنی. این تم قرمز خیلی سکسی، نگاه کن چه رنگ خوشگلی داده به رستوران. این نسبت به آبیه واقعا قشنگ‌تره. البته من قرمز آبیش نمی‌کنم ولی حق دیگه، قرمز خوشگل. اینجا چیه؟ یه خانومه. ببین چه خبر، ببین کجا آوردمت ایرانی، ببین کجا آوردمت، ببین چیکار. سلام با شما نبودم دوستان، یکی از دوستان اینجا لبخند زد. به خب دیگه کوپن آبجی تموم شد و خب میخوام برات یه آهنگ دیگه بخونم، حس غربت ازت بره بیرون. بریم. تو که منای عشقی به من منو بده یا دروغ این صدا رو بگو قصه ها بسپار. تشویق مرسی. اصلا همچی آدمی نیستم. اینجا هم که چیه؟ بیچ کلابه، نه بیچ کلابه، ببخشید بیچ کلابه نه بیچ کلاب. بغلش، ولی بغلیش دیگه بیچ کلابه این یکی. خوشگله. یه ساب ما رو اسکرای بریز بزنید دیگه، مرام داشته باشید. این منو یاد چیز میندازه، لوگوش تو همون استایل هم اومده در بیاره. هارد راک یه هتل معروفه که یه رستوران هم داره همیشه پایینش و همین لوگو رو داره. این اومده ادا اونو در بیاره. اون گیتاره هم الان دیدم، آره اون گیتاره هم شبیه هارد راکش کرد ولی هارت بریک. آره تو خوبی
بله میبینیم که LCD بزرگ و UFC اون وسط دارن میپکنن. اما بابا دیدی تو LCD ها میبینید UFC داره پخش میشه. طرفدار UFC هستی یا نه؟ بزن پاره کن. UFC یا KFC یا WC مثلا تو طرفدار کدومی؟ صادقانه بهم بگو. عمو داشت میزد. یکی هم که رستورانه. یکم هم بیچ و همین ساحل رو ببینیم که چقدر زیباست. اینجا هم که یه رستورانی که سگ پر نمیزنه توش. آره نمیدونم چرا. سگو با اردنگی بزنی سگو با جارو بزنی نمیره. خب بس دیگه ساحل رو نگاه کن لذت ببر. رفیق اون ساختمونا رو میبینی اون بلندا رو؟ آره همونا. So sexy. Yeah. I like it. شما چی؟ لیمویی و هلویی. من جفتشو دوست دارم. اناری هم همینطور. تو چی قناری؟ آقا الان یاد این موزیکی افتم بخونم. کوبرا یار ایرونی من. کوبرا دوست ایرونی من. کاشکی میفهمیدی که چی میگم. کاشکی میفهمیدی چه یاد این باید بیفتم. کوبرا آقا من دیگه هرچی هنر داشتم رو کردم دیگه. ایرانی بسته دیگه. دکمه سابسکرایب و فشار بده. فشار به فشار به فشار. ایرانی برات آرزو میکنم که کشور خودمون از این هم خفن‌تر بشه و میشه. هی جا همتون خالیه. به زودی در کشور خودمون بریم یکم سمت ساحل و یه رخ از دریا بهتون بدم و دیگه منم برم سمت خانه و کاشانه. آبجو اخش اینجا میکشی کنار ما بریم. نمیکش کنار اون بریم بریم. کی؟ من بیام تو بیا. شیش میاد کی بره؟ آها خب نه اینم رخ شهر با خونه های اینجوری برجای لبه آب که بنیدرم اسپانیا رو so special. I feel good. Justin Timberlake. God damn. بابا بسته دیگه. دو خط خندیدیم بهت. حالا از طرف شما گفتم به خودم. خب بچه ها سابسکرایب هم بکنید که هر هفته یکی دو جا میریم. ما قراره کل اسپانیا رو بگردیم و بعد کلن تو اروپا میچرخیم و ویدیو واسهتون میذاریم. سابسکرایب هم بکن یادت نره. مرسی فعلا.